سلام، امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک آموزش جدید، آموزش ساخت کارت دلخواه خودتون، یعنی کارت خودتون، کارت هر بازیکن دوست دارید، مثل رونالدو، مسی، نیمار، حالا هر بازیکن دیگه، وینیسیوس، بنزما، هالند، یا هر بازیکن اصلا عکس خودتون. و ما امروز اومدیم این آموزش رو براتون انجام بدیم. ما برای اینکه این آموزش رو شما بدیم نیاز به دریم لیگ نداریم، بیایم بیرون. و ما برای این کار نیاز به برنامه دریم لیگ کیت داریم که شما اگر داخل فروشگاه یا همون گوگل هم بزنید، تو گوگل سایتش میتونه بیاره که نیاز نیست حالا برنامهش حتما دانلود کنید و تو سایتش هم میشه انجام داد. نیاز به فیلتر چکن نیست، ولی برنامهش فیلتر چکن نیاز داره. نمیدونم به چه دلیل، ولی خب سایتش فیلتر نیست و میتونید شما از سایت وارد بشید. و اگر میخواید از سایت وارد بشید باید کلمه دریم لیگ کارت رو کارت نه کارد به انگلیسی اگه بخوایم بزنید، به فارسی همون کارت رو بزنید میاره. خب ما برنامهش رو داریم، راحت تره برامون وارد برنامهش میشیم. یکم هم چون فیلتر ضعیفه باش کار کردن. خب ما اینجا 5 تا چیز میبینی، جز هوم میشه 4 تا. یکی کیت های بازیه که همش دریوری از این کیت های چرت پرته. یکیش لیگ هایی هستن که توش هستن، لایسنس های بازیه، زیاد به درد من نمیخوره. و بعدیش کریتوره که وارد سایت دریم لیگ میشه و همونجوری بهتون گفتم از سایت بیاد بهتره، چون اینجا وارد سایت میشه. ما اینجا کارت رونالدو رو میبینیم، نمیدونم به چه دلیل، حتی اسپانسر بازم نیست ولی کارت رونالدو هست. اینجا کارت رونالدو رو میبینید، قیمت و همچیش داره. خب اگرم که این گزینه‌ای که برای من اینجا هست و اگه گوشیتون فارسی باشین، همش برای شما فارسیه. گوش من چون انگلیسی اینا برای من انگلیسی. خب از اولین چیز شروع میکنیم. گیم کارت میخواید باشه یا پلیر کارت؟ پلیر کارت عادیش تو ترکیب نشون میده که میتونید همین عکس رو برید پایین و سیو کارت رو بزنید. بهتون نشون میدم. اینجا سیو کارت رو اگه بزنید، با همین کارت رونالدو توی گالری شما ثبت میشه. ما به پلیرش نیاز نداریم، ما به گیمش نیاز داریم. ما حالا فرقی نمیکنه، ولی خب بعدی هم که زبانه، بعدی که اسمشه. و من بازیکنی که میخوام بسازم راموسه. ببینید ما اگه بخوایم این کارت رو بذاریم دیگه نیازی به اسم کوچیکش نیست و فامیلیش مهمه که ما با کلمات بزرگ می‌نویسیم. خوشگل تر داره، چرا حساب نمیکنه. راموس. خب ما اینو پاک میکنیم، حالا شد راموس. خب چیز بعدی که نیاز پستشه که راموس ال کاپیتان رالفنا سی بی بود. حالا کشورش هم کجا بود؟ اسپانیا. اسپاین. خب این تا اینجا شد اسم راموس، کشور راموس، پست راموس. پلیر چیزشه که میتونید کارتش رو چیز کنید، میتونید کارت کلاسیک راموس رو درست کنیم، خیلی خوشگل تر میاد. سالش حالا چه ساله بذارید که به خودتون ربط داره. من میذارم 2015، همینجوری چون 2015 یه شبیه رونده. این هم میتونید ما رو مکسش رو ببینید که ما فعلا بهش نیاز نداریم. نمیدونم واسه چه. اینم که انرژی بازیکنه نیاز میشه، کارت بازیکنه خوشگل تر میکنه. پای راموس راست پا بود. کجا نوشت؟ تو اینجا نمینیسه، باید پلیر کارت بشه، گیم کارت. الان نوشت. خب اوورال راموس ما میذاریم 85. خب شد. خب ما دیگه به چیز دیگه این بقیه‌اش هیچ کدوم نیاز نداریم. و حالا اصلی ترین جاش آپلود ایمیج رو میزنید.
از فایل ها وارد میشید و یکی از این عکس هایی که از این عکس ها بایستید کدوم خوشگل تره، این عکس ها رو میتونید برید تو خود همین سایت رو دکمه سرچ بزنید، هر بازیکنی رو بگید از 2020 تا حالا داره تو سایتش، یعنی سایت تقریبا میشه گفت سایت رسمی دریم لیگه و تمامی کارت های بازیکن ها رو داره و میتونید سرچ کنید راموس و روی پروفایلش بزنید، تمامی عکسایی که راموس داشته رو میاره. خب این عکسش خوشگله، ما یکی عکسش هم دانلود کردیم، اونم تست کنیم ببینیم کدوم خوشگل تره. اینم خوبه واسه 2021 شه. واو این خیلی خوشگل تره. و همین کارت ما شد دیگه. چیش بهش اضافه کنیم؟ همین چیز دیگه من نیاز ندارم بهش. فکر کنم اینا رو اگه تغییر بدیم، کارت نورمالش نه، کلاسیکش خیلی خوشگل تره. و اینا هم که میبینید آمار بازیکنه، شما میتونید کارتش هم بسازید، کارت بازیش. و ما فعلا همینشو نیاز داریم. این شد کارت ترکیبیش. ما عکس رو سیو میکنیم، عیب نداره تو دانلود کن. خب عکس دانلود شد. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. تا آموزشی بعد لایک ساب یادتون نره.